بسم الله الرحمن الرحیم و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان ارجمند، ادامه داستان حضرت هود علیه السلام با قومش را خواهیم شنید. قبیله عاد و یا قوم ارم که قوم حضرت هود علیه السلام است، در احقاف در این سرزمین خود سالیان زیاد یکتاپرست بودند، خدا آشنا بودند، به اطاعت و عبادت خالق یکتا مشغول بودند. به گذشت سالهای طولانی به شرک و بتپرستی دست زدند. با قوه و دارایی خود به تمدن و به شهر پیشرفته خود مفتون و مغرور شدند. شرک آوردن به پروردگار یکتا و مغرور شدن به قوه و پیشرفت مادی که هستی هر ملت را خطر دارد. در این فضای دلگیر کننده شهر، در این فضای شرک و بتپرستی، طفل نوزاد به دنیا آمد، به هستی چشم گشود که اسم مبارکش هود بود. این طفل در این شهر نشأ و نما یافت، به عمر جوانی رسید و این عادت و رفتار زشت قومش را، یعنی شرک و بتپرستی آنها را دیده ناراحت میشد، در نفسش آن را محکوم میکرد و از این معصیت ها، از این منکرات دور بود. این جوان مبارک که پروردگارش نفس او را، طینت او را از آلوده شدن به گناه شرک و بتپرستی محفوظ نگه می داشت، زیرا در آینده رسالت مقدسی را بر دوش او می گذارد، از حال این قوم که با این همه پیشرفت، با این همه توانایی، چرا پیش چوب و سنگ سجده می کنند تعجب می کرد. البته اگر از جهت کار این قوم در نظر هود علیه السلام و در نظر هر عاقل از من و شما نیز تعجب آور باشد که این قوم چرا از سنگ و چوب خدا می تراشند و آن سنگ و چوب را آفریدگار می دانند، می حسابند، اگر چند از جهت تعجب آور باشد، از جهت دیگر جای تعجب نیست. زیرا چنین پدیده و چنین ضلالت ها این نتیجه طبیعی قومی است که خود را از هدایت آسمان مستغنی می دانند و میگوید عقل من برای من کافی است و میخواهد با عقل خود برای خودش دین و آیین و رسم و رسومی زندگی سازد. میخواهد با عقلش راه سعادت را پیدا کند و بپیماید. نتیجه حتمی چنین اشخاص یا چنین قوم ها گرفتاری به چنین ضلالت و در ماندن در باطلاقی چنین رذالت ها و پستی ها می گردد. آدمی اندر جهان خیر و شر، نفع خود را کی شناسد از ضرر. عقل کوتاه انسان بله به بعضی چیزها می گیرد، تحلیل می کند، اما سوالهای بزرگ هستی را، فلسفه حیات را، مقصد از به وجود آمدن را و کجا رفتن را و برای چی و چگونه زندگی کردن را عقل انسان توانی تحلیل و معین کردن را ندارد. بنابراین خداوند در این مسئله ها انسان را امر کرده تا وحی آسمان را گوش اندازد و امر پروردگارش را اطاعت کند. مگر امروزها در عصر ما کشورها و ملت‌های وجود ندارد که در علم دنیوی، در پیشرفت مادی، در اختراع کاری ها در صف پیش قرار دارند، ولی سنگ و چوب را خدا گفته پرستش میکنند. آنجا در این کشورها مردم بی سواد نیستند، مردمان دانشمند و کتابخوانند. چین و هند و ژاپن و کشورهای زیادی که در صف پیشرفته ترین کشورهای دنیا قرار دارند و صاحبان دانش و اختراع و خیلی نوآوری ها هستند. اما همان دانشمندان، همان دارندگان عنوان های بلند علمی، سنگ و چوب را خدا گفته سجده می کند، پرستش می کند، دعا و تضرع می کند. وقتا آدمی ادعا کند که عقل من برای من کافی است، عقل من کافی است که مرا راهنمایی کند، هدایت کند، حالش چنین میشه. شیطان چنین کسان را، یعنی کسانی را که جای شریعت عقل خود را قرار میدهند و میگویند عقل ما برای ما کافی است، به هیچ گونه وحی، به هیچ گونه تعلیم آسمان نیاز نداریم، شیطان آنها را با همان عقل و ادراکشان چنان گمراه می سازد، چنان به حماقت و رذالت و ضلالت ها گرفتار می کند که یک جانوری را مثل گاو خالق و رازق خود گفته
پیشش سجده میکنند. قوم عاد نیز نمونه از چنین تمدن ها بودند، از چنین قوم هایی که از هدایت آسمان رو تافته بودند. شهری خیلی آباد و زیبا، باغهای خیلی خرم، چشمه و جوی و دریاهای خیلی روان و مصفا، از نگاه مادی خیلی پیش رفته، اما در گمراهی، در بدبختی، در خسارت، یعنی در شرک و بتپرستی، در دوری از خداوند و تعلیمات و هدایت های خداوند. هود جوان در میان این جامعه به وایه رسید، منتها به امر رشادت و مردانگی رسید و روز جبرائیل امین نزد او آمد و او را از برگزیده شدنش به پیامبری خبر داد. جبرائیل علیه السلام رسالت الهی را بر هود علیه السلام واگذار نمود و اصلاح این قوم گمراه شده را بر دوش او گذاشت. هود علیه السلام امانت آسمان را، امانت الهی را پذیرفت. جبرائیل امین به او گفت ای هود، زمان استراحت، زمان تماشا کردن و ساکت بودن تمام شد. برخیز از پشت کار شو. این قوم را از این ضلالت رها کن، از این خسارت نجات ده. به آنان راه و رسم درست زندگی را، آن زندگی که خالقشان از آنها میخواهد، به آنها بیاموز. هود علیه السلام به دعوت قومش پرداخت. داستان او با قومش آغاز شد. داستان رد و بدلها، داستان تهمت و تحقیر، داستان جنگ و بحث و مناظره ها. در جامعه احقاف از نگاه مشرکان البته فتنه به وجود آمد، اما به حقیقت این فتنه نبود. این اعلان رسالت الهی و آغاز اصلاحکاری اصلاحگری که هود نام دارد بود. قومش او را به دروغگویی و به سفاهت یعنی بیخیرتی اتهام زدند. گفتند تو دروغگو هستی و خیلی شخص بیخیرت هستی. ما را میخواهی از پرستش خدایانی که پدر و اجدادمان پرستش میکردند دور سازی؟ این چی فرهنگ جدیدی است که برای ما آوردی؟ ما را از فرهنگ خود، از آیین خود، از تاریخ خود، از باستان خود میخواهی دور نمایی، فرهنگ بیگانه را برای ما میخواهی تحمیل نمایی. گفته او را تهمت زدند، تهمت به بیخیرتی و تهمت به دروغگویی. البته این دو چیز همان دو چیزی است که قرآن برای ما قصه کرده، وگرنه در این همه دعوتی او و قومش در این رد و بدلها البته که تهمت های دیگری نیز یقینا آنجا وجود داشته که این پیامبری بزرگوار را اتهام زدند. این دو تهمت همچون عنوان، همچون سرلوحه برای دیگر تهمت هاست. بله دعوتگری گرامی، سنت و قانون راه دعوت چنین است. هود علیه السلام در شهر احقاف در میان قومش تا امروز نه سفیه است، نه بیخرد است، نه دروغگوی، اما همین که از رسالت الهی اعلام کرد، همین که عزم کرد تا آنها را اصلاح کند، به عباره امر معروف و نهی از منکر کند، سفیه و دروغگوی شد. راه دعوت چنین است. تو اگر به مردم کار نگیری، به حال آنها اهمیت ندهی، از نزد گناه و معصیت و منکرات به تفاوت گذری، خیلی مرد خوب هستی، خیلی شخص بیزیان، خیلی شخص حتی عاقل دوراندیش هستی، چون که به کسی کار نمیگیری و سیاست و دولت دخالت نمی کنی و زندگی مصفای خود را مکدر نمی سازی. در نظر مردم خیلی مرد عاقل هستی، اما در نظر مردمی که غافل از آخرت، غافل از دینن، در نظر خدا و پیامبر چون این شخص خیلی شخص بی رسالت، بی مسئولیت است. در ایمان و اعتقاد و دیانت چون این شخص خیلی نقصان وجود دارد. خداوند عزوجل وظیفه دعوت را، یعنی وظیفه امر بالمعروف و نهی از منکر را بر دوش هر فرد مسلمان واگذار کرده فرموده والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله این الله عزیز حکیم. مردان مؤمن و زنان مؤمن در میان هم یک دلند، با هم یک دلند، متحدند، دوستند. خصلت آنان چگونه است؟ بارزترین صفات مسلمانان باید چی باشد؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. نخستین صفتی که در این آیه کریمه سوره توبه ذکر شده
امر بالمعروف و نهی از منکر. صفت همه مؤمنان باید چنین باشد. بعد این صفت برپا داشتن نماز، پرداخت زکات و اطاعت خدا و رسول ذکر شده. تنها اینها کسانی هستند که خدا به زودی آنها را رحم میکند، چون که آنها به مردم رحم کردن، در مقابل خدا با آنان رحمت و شفقت میکند. ان الله عزیز حکیم. پس اصلاح مردم، اصلاح جامعه وظیفه یک طایفه خاص مردم که دعوتگر نام دارن یا خطیب نام دارن نیست. هر فرد مسلمان به حکم مسلمانیش باید نسبت منکرات، زشتی ها، کارهای بدی که در جامعه رخ میدهد، پدیده های زشتی که ظهور میکند نباید بی تفاوت باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم این معنا را در حدیث مبارک که آن را امام ترمذی و امام احمد روایت میکند بیان کرده فرمودند: والذی نفسی بیده لتأمرن بالمعروف او لتنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عذابا ثم تدعونه ولا یستجیب لكم. قسم به ذاتی که جان من در دست اوست، یا امر بالمعروف و نهی از منکر میکنید، یا نزدیک است که خداوند به شما، به سر شما عذاب بیارد که سپس هر قدر که دعا کنید اون عذاب رو از شما برطرف نمیسازد. یعنی اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم به ترک امر بالمعروف و نهی منکر عذاب عمومی را هشدار داده شده است که آن عذاب به دعا نیز حتی برطرف نمیگردد اگر این کار از شما صادر شود. ترک امر بالمعروف و نهی از منکر از شما اگر دیده شود. پس راه قرآن، تعلیم قرآن، وظیفه قرآن که بر ذمه مسلمان میگذارد همین از اصلاحگری، بلی در دایره خود، مقدار توان خود، دانش خود، ولی باید این خصلت در او باشد. اما اینکه گوری من جدا و گوری وی جدا، پیش خدا هر کس خودش جواب میگوید، مرا به دیگران چی کار، ملا به ما چی کار دارد، این شعارهایی است که ابلیس برای مردم تلقین میکند. سخنانی حقا بله، اما به معنای باطل گفته می شود. بله گوری هر کس جداست، هر کس پیش خدا خودش علاهیده حساب و کتاب می شود، اما در پهلوی این وظیفه امر بالمعروف و نهی از منکر از اصول دینی ماست، از شعارهای بزرگی این رسالتی خداوند است. هود علیه السلام به دعوت قوم پرداخت، به تهمت و تحقیر و به ناسزا گفتن آنها توجه نکرد، زیرا این چیزی طبیعی در راه دعوت است. او همواره قوم را پند میداد، به سوی یکتاپرستی دعوت میکرد، از شرک و بتپرستی آنها را نهی میکرد. نوح بیگناه را که پیامبر از فرستاده خداست، بین خدا و بین مردم وظیفه سفارت و رسالت دارد، پیام های الهی را به مردم میخواهد رساند و را تهمت زدند. خداوند عزوجل تهمت قوم او را برای ما نقل کرده در سوره اعراف میفرماید: قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة و انا لنظنك من الكاذبین. اشراف و سروران کفر به هود علیه السلام تهمت زده، گفتند انا لنراک فی سفاهة، با این یقین، با این حرفهای تأکید، بیشک ما تو را در بیخیردی میبینیم، کاری تو کار بیخیردی است. و انا لنظنک من الکاذبین، بیشک ما بر این گمانیم که تو دروغگوی هستی. والعیاذ بالله. او را دروغگوی میگویند و بیخیرت تهمت میزنند. مگر از رد نمودن رسالت خداوند، مگر از تهمت زدن پیامبر الهی، مگر از تحقیر فرستاده خدا دیده بیخیرتی بدتر هست؟ نیست. البته بیخیرترین کسان خود آنها هستند که چنین مناسبت میکنند، با پیامبر الهی چنین مناسبت دارند، چنین دشمنی و عداوت کرده ایستادند، ولی خود آنها که بیخیرتند پیامبر بزرگوار را به بیخیرتی، به سفاهت تهمت زده ایستادند. درس بزرگی که اینجا میتوان آموخت این است که بعضا میشود بدترین کس بهترین کس را تهمت زند، میشود وسایل اعلام دستش است، هر کسی به اصلاح و دعوت مشغول است، او را به افراطی بودن، او را به خائن بودن، او را به متخلف و عقب مانده بودن اتهام میزند. نفری که به ملت و دولت خیر میخواهد امکان دارد تهمت زده شود که او خائن دولت و ملت است.
اون گونه که هود علیه السلام را اتهام زده ایستادند و اون گونه که همه پیامبران را تهمت میزدند. هر کسی راه پیامبران را میپیماید، میخواهد رسالت آنها را احیا کند که اصلاحگری است، حتما تهمت میشود. خداوند عزوجل این قانون را در قرآن ذکر کرده. در سوره فصلت میفرماید ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلک. آنچه گفته می شود به تو ای محمد صلی الله علیه وسلم، آنچه به تو گفته می شود و یا گفته نمی شود به تو، تهمت زده نمی شود به تو مگر همان تهمت هایی را که به پیامبران قبلی تهمت زدند. تو ساحر هستی، کاذب هستی، تو خائن هستی، تو فتنه می اندازی، تو فرهنگ بیگانه پهن میکنی. این تهمت ها چیزی جدید نیستند، در راه دعوت چیزی نوی نیستند. پیامبران را از نوح علیه السلام با هود و ابراهیم و عیسی و موسی و محمد علیهم السلام جمیعا تهمت زدند و هر اصلاحگری را که در راه این پیامبران بزرگوار می رود و کار آنها را، وظیفه آنها را ادامه می دهد، حتما تهمت می‌بیند. حضرت نوح علیه السلام از خود دفاع کرد و حق دارد که دفاع کند. این تهمت بدگویان را، تهمت تهمتگران را باید جواب گوید. خداوند عزوجل حرف او را در سوره اعراف قصه کرده فرموده قال یا قوم لیس بی سفاهة ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین. بازم از جانب پیامبر جوانمردی، بازم محبت و مهربانی دیده می شود. با وجود این همه تهمت و ناسزاگویی میگوید ای قوم من، شما قوم من هستید، من برای شما مشفق و غمخوار هستم. یا قومی لیس بی سفاهة، در من بیخیردی نیست، من بیخیرد نیستم، خدا را پناه که بیخیرد باشم. لیس بی سفاهة ولکنی رسول من رب العالمین، بلکه فرستاده از جانب پروردگارتان هستم. مرا خداوند شما، خالق شما، به حیث پیام رسان به سوی شما فرستاده. ابلغکم رسالات ربی، به شما پیام های پروردگارتان را میرسانم. آنچه که به من وظیفه شده که برسان، همان را میرسانم. و انا لکم ناصح امین، من ناصحی امانت دارم، آنچه که هست همان را میگویم، نه کم میکنم نه زیاد. این خود پیام الهی است که از زبان من میشنوید. از من چیزی علاوه نشده، چیزی از اون پیام را من کم نکردم. من نصیحتگری امانتدار به سوی شما هستم، لطفاً مرا گوش دهید تا رستگار شوید. قوم سرکش هود علیه السلام بازم در سرکشی اصرار می‌ورزیدند. البته عددی اندکی به او ایمان آورد، ولی اکثری شهر احقاف در شرک و بتپرستی خود، در تحقیر و تهمت زدن به پیامبر خود اصرار می‌ورزیدند. بعد این به شهر احقاف چی شد و ادامه داستان حضرت هود علیه السلام چی شد، در برنامه بعدی خواهیم شنید. در حفظ و امان خداوند باشید.